به نام خداوندی بی اندازه مهربان نهایت با رحم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بانگ زدن جانوران. مشاهده فریاد کردن حیوانات و یا انسانها در خواب دلیل بر غم و مصیبت در آن محل است و اگر ببیند او را از جای دور صدا کرده اند و او جواب داد به زودی میمیرد و اگر جواب نداد بیمار می شود و اگر ببیند صدای گریه می آید شادمان می شود و اگر صدای ناله بشنود حرف ناخوشایند می شنود و اگر صدای زاری بشنود حاجتش برآورده می شود و بر دشمن پیروز می گردد و اگر دشنام بشنود مکروه و ناپسندی به او می رسد و به زودی رفع می گردد. پاسبانی کردن یعنی پاس داشتن و نگهبانی در خواب بر دو وجه است. اگر ببیند از افراد درستکار نگهبانی میکرد فایده دنیوی و اخروی به او میرسد و اگر ببیند در سرای پادشاه پاسبانی میکرد از پادشاه به او خیر و منفعت میرسد و اگر تاجر این خواب را ببیند در تجارت سود سرشار به دست می‌آورد و اگر ببیند برای افراد متدین و پرهیزکار پاسبانی می‌دارد از آنها خیر و فایده دینی به او می‌رسد. پاسبانی در خواب دلیل بر کسی است که دارایی مقام و حکومتی است و امور مردم به دست اوست. جاروب در خواب خادم و خدمتگار است و جاروب دروش و بزرگ خادمی است که از دیگران چیزهایی را که دارند تقاضا میکند. اگر کسی ببیند که خانه خود را جاروب میکند مالش از دست میرود و اگر ببیند خانه کسی را جاروب میکند مالش به او میرسد، مخصوصا اگر ببیند که خاکروبه آن را به خانه خود آورد. عصا در خواب دلیل بر مرد بزرگ است. اگر ببیند عصا در دست دارد به مقام و منزلت میرسد و اگر ببیند عصای او گم شد تعبیرش برعکس این است.